Hello my friends, welcome back. How are you today? Hope you're doing great. In this video we're gonna learn some important and some popular idioms and sentences. If that sounds interesting, make sure to subscribe to channel for more videos just like this one. And let's begin. First of all, I want to teach how to say Khuda ro shukr. Thank God. You can say thank God. Khuda ro shukr. Thank God. برای مثال خدا را شکر که من این کانال را یافتم. Thank God that I found this channel. Have a safe trip. Have a safe trip. سفری به خطر داشته باشید. Have a safe trip. سفری به خطر داشته باشید. Look after yourself. Look after yourself. خودتان را نگاه کنید، یعنی که خودتان را احتیاط کنید. Look after yourself. I overslept. I overslept. در خواب ماندم. I overslept. Stay out of it. Stay out of it. Stay out of it. دخالت نکن در این. مثلا شما سر یگان کار بحث کرده باشه و یک نفر آمده به شما یا که مسئولیت داد یا که خلل رسوند، شما میتوانید گوید که stay out of it. Stay out of it یعنی دور بسازین. Get lost. Get lost. نابود شو یعنی که گم شو میگیم به یک نفر. Mum's the word. Mum's the word. Mum's the word. با کسی نگو یا که خاموش نگاه دار. یگام سخنی را که شما میگوید یگام نفر میتوان گوید که Mum's the word یعنی با کسی نگو. I feel blue. I feel blue. من غمگین هستم. من غمگین هستم. این هم یک طرزی استفاده کردن از غمگینی یا که ناراحت بدن نیختان را میتوانید گوید که I feel blue. I am in the pink. I am in the pink. من سریحال هستم. من سریحال هستم. I am in the pink. یعنی در آن جمله گفتیم که I feel blue یعنی من خوب نیستم یعنی که ناراحتم و در این جمله I am in the pink من سریحال هستم. دوستان اینجا ما چه خیلی گفتیم idioms هسته دوستان که بعضی ترجمه شون معنی دیگر میدهد یعنی معنا دارن و در اینجا don't hold your breath. Don't hold your breath. بیهوده دلت را خوشحال نکن. این را چه میتوانید شما گفتن؟ یه نفر به یک کار حالا نشده یا که فکر میکند که همین کار رخ میده شما میتوانید گویید که بیهوده دلت را خوشحال نکن یعنی دلت را بیهوده خوش نکن. Don't hold your breath. برای مثال اگر که یه نفر را بگو که اگر که تو فکر کنی که من باز برمیگردم بیهوده دلت را خوشحال نکن یعنی که من دیگه بر نمیگردم. If you think I coming back don't hold your breath یعنی که بیهوده دلت را خوشحال نکن که من بر نمیگردم. و در اینجا یک دیگر از جمله خوب است. What do you take me for? What do you take me for? یعنی من رو چی فرض کرده ای؟ یعنی من رو چی فرض کرده؟ برای مثال اون نفر شما را فریب میدهد یا اینکه شما را نادان به عقل حساب میکند شما میتونید بعضی این استفاده کنید. What do you take me for? What do you take me for? یعنی تو چی من را خیال کردید؟ You look pale.
You look pale. رنگتون پریده است. You look pale. رنگتون پریده است. مثال What happened to you? What happened to you? You look pale. چی به تو رخ داده است؟ رنگ تو پریده است. He passed away. He passed away. او از عالم چشم پوشید. یعنی وی از دنیا گذشت. او از عالم چشم پوشید. He passed away. I feel for you. I feel for you. همدردم با شما. I feel for you. همدردم با شما. He's on his last leg. He's on his last leg. پایش به لب گور رسیده است. این هم دوستان به خاطر یگان نفرهایی که سن سالشون دور است، یعنی پیر شده هستند، میتوانند از این استفاده کنند که He's on his last leg. Leave me alone. Leave me alone. تنهایم گذارید، یعنی تنهایم گذار. I made it. I made it. از پسش بر اومدم. I made it. از پسش بر اومدم. Don't involve me. Don't involve me. من را گرفتار نکن. دوستان در اینجا don't involve me یعنی پای من را وسط نکش. من را هم خوش نکن در یگام کاری که کرده اید. مثلا یگام نفر مثلا دزدی شاید کنند مثلا و شما را هم نیز در این کار وارد کردن. شما میتونید گوید که don't involve me یعنی من را خوش نکنید یا من را در این کار گرفتار نکنید. Don't involve me. You were deeply missed. You were deeply missed. خیلی دلتنگتان شده. You were deeply missed. خیلی دلتنگتان شده یعنی خیلی جای شما خالی بود. Keep me update. Keep me update. من را با خبر گذار یعنی من را خبردار کن در یگان کاری که باید به شما خبر دهد. شما میتونید keep me update یعنی من را با خبر کن یعنی خب از هر خبری که باشد. و دوستان شما چقدر میبینید بعضی ترجمه ها و شاید شما لغت هایشون دانید و ترجمه هایشون دیگر خیلی باشد. اینا ایدیومز هستن که مثلا ترجمه هاشون معنی دارن نه اینکه ترجمهش نمیکنیم درست. You jinxed me. You jinxed me یعنی چشمم کردی. چه که خمون یکم در زبان تاجیک میگویم که مثلا تو چشمم کردی که من این کار رو نتونستم، این کار رخ نداد. You jinxed me. I am upset with you. I am upset with you. من از تو خفه هستم. من از تو خفه هستم. I am upset with you. من از تو خفه هستم یا که از تو ناراحت هستم، از تو ناراضی هستم هم میتونید گوید I am upset with you. That is your call. That is your call. تصمیم با خودت است. تصمیم با خودت یعنی تصمیم با شما است. حال چه که دوستان شما میدونید you برای هم تو استفاده میشه هم برای شکل جمعی شما. Don't talk nonsense. Don't talk nonsense. گپای بیهوده نگو. گپای بیهوده نگوید یعنی گپایی که مثال منفیت نداره یا که بیهودگویی نگوید. مثلا don't talk nonsense بیهوده گپ نزن، بیهودگویی نکنید. You sold me out. You sold me out. تو من را فروختی یعنی خیانت کردن. You sold me out برای مثال تو من را فروختی تا اینکه خودت را مثلا نجات دهی. You sold me out to save yourself. You sold me out to save yourself. What is in it for me? What is in it for me? چی فایده به من میرسه یعنی چی فایده دارد در این؟ تو یکم کس میاد برای شما یکم پیشنهاد میدهد یا اینکه یکم خواهش یکم کار عمل کردن به شما میگه و شما میگید که چی فایده میرسه من این کار عمل کنم این کار انجام دهم. What is in it for me یعنی برای چی میکنم این کار من؟
چی فایده به من میرسد؟ مثلا یا که یک شرکت یگان کار کردنی مثلا یگان نفرهایی که هم کار کردنی است و شما پروس هم میسته یگان سوال میتید که what's the end for them؟ برای اونها چی میرسد از این؟ happy now happy now happy now. حالا راضی شدی؟ یعنی که حالا خوشحال هستی اینم میشد، اما حالا راضی شدی یعنی یه نفر اون کار قصدن میکنه، شما میتوانید گوید که happy now، حالا راضی شدی. So you broke my heart. happy now. red suits you. red suits you. سرخ به تو میزبد، یعنی سرخ به تو میآید، یعنی میزبد به تو، سرخ به تو میزبد. red suits you. I am an early bird. I am an early bird. من سرخیز هستم. lovey-dovey weather. lovey-dovey weather. هوای دو نفره، یعنی هوای عاشقانه. خب دوستان، این درس ما باید به آخر رسید. امیدوارم که به شما نیز این درس معقول شده باشد. خب اگر به شما معقول شده باشد حتما در شبکه در کانال ابونه شوید برای درس‌های خوب. تا درس‌های دیگر موفق سربلند باشید.